یا حسین موفقیت. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. امیدوارم این صدا رو بشنوند مثل خیلی صداهای دیگه که شنیده شد. ما همه ممنون مردم ایران هستیم که علیرغم همه دلخوری ها، قهرها و ناراحتی ها و تنگی معیشت به فرزند خودشون جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان اعتماد کردند. پای صندوق‌های رأی اومدن و از امروز یک ماراتون سنگین آغاز میشه برای دولت آقای دکتر پزشکیان انشاءالله که تمام اون 50% که نیامدن پای صندوق‌های رأی به جمع ما اضافه بشن. این مهمترین مأموریتی است که ما باید دنبال کنیم. سلام و درود خدا بر مردم ایران، سلام و درود خدا بر امام شهدا، سلام و درود خدا بر اون اراده هایی که تصمیم گرفتن ریل حرکت کشور رو تغییر بدن. ما بی صبرانه منتظر صحبت‌های آقای دکتر پزشکیان هستیم و همه با ندای یا حسین یا حسین به استقبال صحبتاشون میریم که انشاءالله نوای یا حسین یا حسین شما توشه راه ایشون برای اصلاح مسیر در ایران باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم اینجوری داد بزنید من اصلا نمیتونم حرف بزنم. گر صید عدم شوی ز خود رسته شوی، ور در صفت خویش روی بسته شوی. میدان که وجود تو حجاب ره توست، با خود منشین که هر زمان خسته شوی. برادران، خواهران، بنده از همه شما با تمام وجود تشکر میکنم. واقعا لطف کردید، حضور پیدا کردید، شور و شوق آفریدید و ما رو هم شرمنده خودتون کردید. من واقعا شرمنده شما هستم. من تو این انتخابات وعده دروغ ندادم. من حرفی نزدم که فردا نتونم به اون حرف عمل بکنم و بعد مشخص بشه که دروغ بوده. عمریست، سالهاست از انقلاب میان پشت تریبون وای میستیم، وعده میدیم
و پشت سر اون به وعده هامون عمل نمی کنیم. این بزرگترین اشکالی است که ماها با شما مردم داریم. من در این روندی که پیش اومد و انتخابات به طور آرامی شکل گرفت و نهایتاً رأی‌ها تونست درست خونده بشه، اول باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که قطعاً اگر ایشون نبود من تصور نمی کنم به این راحتی از این صندوق اسم ما در می اومد. این هدایتی بود که رهبری داشتن. در نتیجه فقط چون ماه محرم نزدیکه یک فلسفه عاشورا رو تا از یه دید به شما بگم و بعد برگردم حالا بیانیه‌ای رو که نوشته شده براتون میخونم. یکی از علل اصلی عاشورا میدونید چی بود؟ یکی از علل اصلی عاشورا این بود که یه عده وعده دادند امام حسین بیاد و وقتی رفت همه پشت کردند، به حرفشون به امضاشون پایبند نشدند، وعده کردند و به وعده خود عمل نکردند. این یکی از مسائلی است که عاشورا رو به وجود آورد. امام حسین نشسته بود اونجا، اینا گفتن پاشو بیا. وقتی اومد همه امام حسین بود و 72 تن نیروهاش تنهاش گذاشتن و این باعث شد که عاشورا خلق شد و 1400 ساله که این خون همچنان جریان داره. من اجازه بدید چون با این داد و بیدادی که شما میکنید اصلا چی میگن روند کلمات از یادم میره. من این متن رو براتون میخونم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت آگاه و عزیز ایران، پیروزیتان مبارک باد. کار را تمام کردید و گامی بلند در مرحله دوم انتخابات شما برداشتید. فرصتی برای ایران آفریدید و امید و نشاط را به فضای نارضایتی و آزردگی و دلمردگی جامعه بازگرداندید. سپاسگزارم از همه شما. در خلق این امید و این رأی معنادار به تحول و اصلاح، همه شمایی که به راه و رویکرد من یا نامزد رقیب رأی دادید یا در این انتخابات نیامدید، برای من برابرید. آزمون بزرگتری پیش روی ماست. آزمون عبور ایران از تنگناها و چالشها و بحرانهای پیش رو. آزمون کاستن از نگرانیهای متعدد و متفاوت مردم برای داشتن یک زندگی بهتر. قدردان وسعت نظر و گره‌گشای مقام معظم رهبری هستم که در این انتخابات عرصه را برای مشارکت و رقابت و سلامت نقش‌آفرینی بیشتر شهروندان و جریان‌های سیاسی گشودند. در این عرصه مراجع و عالمان دین، اندیشمندان و دانشمندان، استادان و دانشجویان و معلمان و فرهنگیان، اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه، پزشکان و پرستاران، زنان و جوانان، روستایان و کارگران، کارمندان و ایثارگران و خانواده معظم شهدا، اصناف و بازاریان و کارآفرینان، ایرانیان دور از وطن، اقوام و پیروان مذاهب و ادیان، بازنشستگان و سالمندان بودند که همه جا را میدان گفتگو، نقد و بازاندیشی برای ایران کردند. حاصل همه این تلاش‌ها رسیدن به فصلی نو برای خدمت به ایران شد. فصلی که در آن نقش فعال شخصیت‌های دلسوز ملی و حضور جریان‌های سیاسی و نهادها و تشکل‌های مدنی تأثیرگذار شد. فصلی که بدنه علمی کارشناسی و تخصصی کشور نیز به زبان آمد و نشان داد که وضعیت خطیر است، ولی میتوان با تفاهم و اجماع
و امید بسیاری از تهدیدهای پیش رو را دور کرد و فرصتهای تازه‌ای را برای پاسخگویی به مطالبه شما کشف یا ایجاد کرد. امروز سرآغاز آن فصل نو است، فصل ماندن شما در صحنه، فصل التزام حکومت در بازگشت به مطالبات شما و فصل عمل کردن من به تعهدها. من به دستور خداوند متعهدم. اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. من رأی شما را طوقی سنگین بر گردن خود می‌دانم و تعهد می‌دهم که همچنان گوش شنوایی برای سخنان شما و صدای بی صدایان و طرد شدگان باشم. پس به گفته علی باز هم از گفتن سخن حق یا مشورت دادن عادلانه خودداری نکنید، زیرا من خود را بالاتر از این که خطا کنم نمی‌دانم و از اشتباه کاری ایمن نیستم. کار دولت منتخب در این شرایط خطیر دشوار است، مگر آنکه باز لطف خداوند به همت بزرگ شما چاره ساز شود. من از این پس به دنبال پیشبرد گفتگو، همگرایی، وفاق ملی در حکومت برای بازگشت به مردم و اهتمام به مسائل جامعه در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهم بود. سخن امام خمینی را راهنمای عمل خود می‌کنم که ما همه با هم باشیم. مملکت از خودتان است، همه بچه این مملکت هستید، پس چرا یکی به آن طرف می‌کشد یکی به این طرف؟ من در پیان هستم که با تفاهم و همکاری همه ارکان و حاکمیت، مجلس و قوه قضاییه تنش و واگیری را از نهاد و سیاست و حکمرانی دور کنم. امیدوارم مجلس محترم در همراهی با رأی اکثریت مردم خود را برای این همکاری مؤثر با دولت در مسیر عبور کشور از بحرانها آماده کند. من به رقیب خود احترام می‌ذارم، جناب آقای دکتر جلیلی. همه رأی دهندگان به ایشان میگویم رقابت به پایان رسید، زمان رفاقت برای ایران آمد. بیایید دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. من به همه آنان که در این انتخابات نیامدند هم میگویم موعد دیدن شما و حرفهای شماست. من نیامدم که خواست و اراده شما را در حد رفع رنج‌های امروز مردم محدود کنم. من آمدم تا با بازگشت دولت منتخب به آرمان‌های منتخب و وعده‌های فراموش شده. من فکر میکنم اینا رو میخونم شما خسته میشید، اصلا نمیخونم، اینا رو میدیم رسانه‌ها. این نوشته رو میدم شما در رسانه‌ها بخونید. من فقط برادرها اصلا نمیذارن حرف بزنی، خدا وکیل. برادرها، خواهرها، دوستان، عزیزان، خدا قوت. حالا که اینجوری داد بزنید یا شانس ایران چی بگم؟ من اینجا در مرقد امام با امام شهیدان پیمان می‌بندم که راه امام را و راه شهیدان را همچنان ادامه بدهم و مسیر را از راه شهیدان و راه صادقان درستکاران نگذارم که منحرف بشود. ما خاک پای همه ایرانیان هستیم. ما نوکر مردم ایرانی، ما آمده‌ایم تا خدمتگزار شما مردم عزیز کشورمان باشیم. از همه شما متشکرم. خدا قوت، خدا یار و یاورتون باشه. یا الله، یا علی، یا مدد. السلام علیکم و رحمت الله.